هیچگاه و به هیچ کس اثبات نکن که تو چگونه انسان هستی. آن کسی که میخواهد در تو چیزی بدی را ببیند تنها همان را میبیند. عزیزان، در اساس این جمله چنین گفتن ممکن است که هر انسان به خود شخصیتی نادر دارد و هر کس برای خود مقصدها و ارزش‌های شخصی و مهم دارد. ولی در جامعه بسیار وقت آدمان کوشش میکنند که به دیگران اثبات کنند که آنها کی‌هایند و یا چگونه شخصیت دارند. این گونه تلاش‌ها میتواند آدم را به تشویش و قناعتمند نبودن برد، زیرا هر شخص از نگاه خود و فکر و عقیده های شخصی خود به دیگران نظر میکند. اثبات کردن شخصیت به دیگران نه همیشه معنی دارد، زیرا آنهایی که از پیش درباره کسی فکری منفی دارند یا میخواهند در کسی بدی ببینند همیشه تنها نکته های منفی را درک میکنند و به ارزش‌ها یا خصوصیت‌های مثبت اهمیت نمی‌دهند. یعنی وقتی که شخص نیتی دیدن نقصان‌ها را دارد، او همیشه آنها را خواهد یافت، حتی اگر آنها واقعاً وجود نداشته باشند. خلاصه به جای تلاش برای اثبات آن که ما چگونه انسان هستیم، باید کوشش کنیم که تنها با خود در آرامش و مطابقت باطنی زندگی کنیم. اگر ما خود به خود با اعتماد و با خیرت باشیم، فکر و اندیشه دیگران نباید به ما تأثیر جدی رساند. به عبارت دیگر، شخص خودآگاه به خود کافی است و برای اثبات کردن به دیگران هیچ احتیاج ندارد. با مرکز خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.